بالاخره روز موعود فرا رسید. ساعت 4:30 صبح ما داریم میریم سمت فرودگاه. از من پاره ویوی نداره. خب ما رسیدیم هتل، چکین کردیم، رفتیم اومدیم وسایلمون گذاشتیم تو اتاق و رفتیم خرید چون که یه سری چیزا میخواستیم که حالا تو طول سفر بپوشیم و اینا. بعد در زدن؟ بعد دیگه خریدامونو کردیم و خلاصه اومدیم هتل که یه ذره استراحت کنیم و دوش بگیریم و اینا. بعد دیگه بچه‌ها زنگ زدن گفتن که برنامه رو یه کوچولو تغییر بدیم، خواستیم بریم محله بالات اون خونه رنگی ها رو ببینیم. بعد الان دیگه قرار نیست بریم اونجا دیگه، حالا تا یه ساعت دیگه میریم شام میخوریم، پیتزا قراره بخوریم. بعد پشت صحنه ازم دارن میپرسن که این لباس خوبه. بد نیست. بعد دیگه همین دیگه، حالا ما یه ذره استراحت کنیم و اینا، بعد دوباره میزنیم بیرون. سلام، از روز دوم بریم صبحونه بخوریم، بعد بریم محله بالات. دیروز نرسیدیم که بریم اونجا محله بالات، این خونه رنگی ها و یه کلیسا قراره که اونجا ببینیم.
بعد دیگه بریم سمت دولما باغچه، اونجا رو ببینیم دیگه. کجا بریم؟ قراره که بریم یه خیابونیه که یه عالمه حالا برندا توش هست و اینا. بعد نهار میخوایم بریم تاس رامن، یعنی اسم رستوران تاسه حالا، ولی رامن و سوشی و اینا داره. بریم نهار اونجا دیگه چیکار کنیم؟ آره دیگه برمیگردیم دوباره سمت قلعه دختر. آره کشتی میشینیم میریم سمت قلعه دختر، غروب آفتاب اونجاییم. دوباره میایم سمت گالتا تاور یا گالتا پورت، نه گالتا تاور میایم، برج گالاتا. بعد دیگه هستیم دیگه اونجا دسر میخوریم احتمالاً دیگه. هم بریم. بچه‌ها سلام، چطورید؟ ما اومدیم محله بالات، دیروز نرسیدیم که بیایم دیگه، الان اومدیم. خیلی بالاه شهر همین اسمش شده بالات. نه خودم میگم نمیدونم. خونه ها رو
ما امروز انقدر چرخیدیم رفتیم این ور اون ور، واقعا همون دیگه نمیکشه. داریم میریم یه جا بشینیم، یه جا عقب سیف کرده بودیم، بریم بشینیم چیز بخوریم، رامن و سوشی و اینا داره. حالا بریم ببینیم چی داره بخوریم، چه چیزایی رو بتونیم بخوریم.